حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. قال: وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. اما بالای بیت که رسیدی، سلام مخصوص ما رو هم به معظم الله برسون. ای هدفت اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، اگر ما از حدان بگذاریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذاریم، نمیتونیم مسئله حجاز بگذاریم. هدفت رهبر بی خایگان. اما بالای بیت که رسیدی، سلام مخصوص ما رو هم به معظم الله برسون. ای هدفت ذکر مدام ما را به محبت علی آله اصف راندی برو ببین بیدر امام را ما نگو کشیده با سلطی برادرم، ما با حرام زاده پیام بدید به وهابیت کثیف، مردونه بایستید، از همتون میترسن. این آخرین پیامه، این آخرین پیامه، نیتمون قیامه. سینه زنا بسم الله که وقت انتقامه، که وقت انتقامه. علی بگو یا حیدر قبض کن دنیا رو، بگو یا حیدر قبض کن دنیا رو. بلرزون تو میدون تن اعدا رو. ابولالا پاشو به کشقت داره، ابولالا پاشو به کشقت داره. بزن ریشه کم کن سعودی ها رو، بزن ریشه کم کن سعودی ها رو. بگو تو از عمق وجود لعنت بر آل سعود، بگو تو از بگو تو از عمق وجود. تکفیری و وهابی و داعش شده همدست، اینها همه زیر سر شیطان بزرگر. تا روح خدا در دل این خاک دمیده، تا روح خدا در دل این خاک دمیده. دشمن به خودش یک شب آرام ندیده، دشمن به خودش یک شب آرام ندیده. کم کم همه جا میرسد آوای حسینی، بین المللی می شود این ارث خمینی. در شام عراق و یمن آماده جنگی، بر ابر حاصل گوابیل ببارد.
بر قلب تلاوی که سجیل ببارد، فردا که دم حیدری از کعبه برآید، فردا که دم حیدری از کعبه برآید، دوران معاویه صفتها به سر آید. این پرچم شیعه است که بر قله دنیا، هر کس علی دم بزند هموطن ما. یا حیدر کرا زند نقش به زودی، یا حیدر کرا زند نقش به زودی، یا حیدر کرا زند نقش به زودی، بر پرچم سبز عربستان سعودی، بر پرچم سبز عربستان سعودی. حیدر حیدر یا آل سعود، یا آل یهود، الوعد الوعد. ها انتم تسمعون صوتي وصوت اصدقائي من ايران، من بين جبال طابقة وشهر راي، من تلك البقعة التي ستهيج منها جيوش الإسلام، معلنة بداية زوالكم واضمحلالكم، فاتحة قلاعكم وحصونكم. أكلمكم، اسمعوني جيدا، إن وعد الله حق، سننتقم منكم شر انتقام، سنلاحقكم وسنخرجكم من جحوركم، وندك قصوركم قصور الظلم والكفر، ونهدمها فوق رؤوسكم. سوف نطهر الحرمين الشريفين من رجسكم ودنسكم. سيأتي يوما نرى مهدينا مستندا إلى جدار الكعبة مزمجرا وصوته الحيدري: ألا يا أهل العالم أنا الإمام الغائب، ألا يا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم، يا طالبا بالابن المقتول بكربلاء، يا فارس الحجاز، يا بقية الله أدركنا. لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رهبر من پور ابی طالب است، پیرو هر بی پدری نیستم. من به جنت نروم خورده حسابی باشد، تا عمر را نزنم پا به جنان نگذارم. نابودی داعشیا انشاءالله بی سبب نیست که از شام به عراق آمده اید. حضرت عمه سادات برادر دارد. ما جوانان بنی فاطمه اربابیم، بی حیا عمه ما مالک اشتر دارد. ایل ما ایل عجم هاست که یک کودک ما جگری با جگر شیر برابر دارد. این که ما دست به شمشیر و زره استادیم سبب این است که این طایفه رهبر دارد. نه عراق نه سوریه خیالت راحت، کشور ضامن آهوس بزرگتر دارد. وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند، تیغ ما شوق به انداختن سر دارد. باید این شهر به آرامش خود برگردد، که شب جمعه حرم روزه مادر دارد. فردا که دم حیدری از کعبه برآید، دوران معاویه صفتها به سر آید. این پرچم شیعه است که بر قله دنیاست، هر کس ز علی دم بزند هموطن ماست. یا حیدر کرار زند نقش به زودی، بر پرچم سبز عربستان سعودی. ما منتظر حمله ای از سوی حجازیم، تا بین بقیه‌اش حرمی ناب بسازیم. شمشیر عجم منتظر حمله جنگ است، مکه بشود مرکز شیعه چه قشنگ است. قبرش بکنیم شاد شود حضرت زهرا، آتش بزنیم نعش همان دشمن مولا. بر کوری چشم همه از آل سعودی
با کارت رویم مکه ببینند به زودی به جمال بی مثال مولا الموحدین قائد غر محجلین یعصوب الدین امیر عارفین امام المتقین جان رسول رب العالمین وقف زهرای حزین وجود مقدس اول مظلوم عالم حضرت امیر المومنین اسد الله الغالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب بلند سلام ماست. آقای من پیغام شما را که جوانان همه خواندند با جان و دلان را به روی چشم نشاندند. این گام همان گام جهانی شدن ماست. پایان ستمکاری از این صفحه دنیاست. ویران شود شهر تل‌آویو به زودی والله نماند اثر از آل سعودی. کعبه شود آزاد و بقیعش شود آباد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. یک یک ز موانع همه در حال عبوریم. آنقدر جلو رفته که نزدیک ظهوریم. لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا خامنه‌ای. سپاه پاس خون سلیمانی سردار به زودی برچیده شود دولت خونخوار سعود، برچیده شود دولت خونخوار سعودی. من داشتم به وحید گفتم عمو مهدی خیلی خوبه شهید بشه ولی چند سال بعد شهید بشه. که چند سال بعد؟ چند سال؟ دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال؟ اصلا 5 سال. اسرائیل. 5 سال؟ اسرائیل نبود. نه اسرائیل نیست، ریاض. سعودی. آمریکا. سعودی. الان سعودی هست. آمریکا دست ترامپ ان شاء الله خراب میشه. کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. رحم میکنن که واقعا مضحک و تعجب آوره. یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، دیگه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینها هیچ وقت پاک نخواهد شد از دامن آمریکایی‌ها. مثل یه داغی در پیشانی اینها همیشه خواهد بود. باید بدانیم طبقه حاکم بر ایران که رسانه‌ها را در انحصار خود دارند همان رافضیانی هستند که حقد و کینه‌شان نسبت به مسلمانان در صفحات تاریخ ثبت شده است. اینان همان رافضیان دیروزند که این بار شعار مبارزه با وهابیت را به میدان آوردند. بی خبر سلفی و وهابی. The Wahhabism. Wahhabi animosity. So for example, Wahhabis. Why? Because Wahhabis. That's the sectarian Wahhabi cancer. مسلمان باید بیریزن بیرون بگن مرگ بر بخاری، مرگ بر ابن تیمیه، مرگ بر بزرگان وهابیت. Wahhabi. مرگ بر آل سعود، مرگ بر اسلامی که خلیفه گری داره و درش ولایت و امامت نیست. و تلاش میکنند زیر این شعار مسلمانان را از راه نورانی قرآن و سنت دور سازند. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا. آری میخواهند آنان را از راه نورانی قرآن و سنت دور سازند و در تاریکی های شرک و خرافات گرفتار نمایند.
فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم I like is Khomeini in Iran, in the Iranian Revolution of 1979. He was explicit about azadi. Azadi being an aspiration, that's the purpose of the revolution. And azadi is, as you may know, the Farsi word for freedom. And they raised me like an Iranian, had a strong Iranian Persian identity. There's a fatwa from Khamenei, from the leaders of the Shia, from the leaders of Iran, specifically saying it is haram and it is a disgusting thing to curse the Sahaba.